به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. در خدمت شما هستیم در این ویدیو در رابطه با دوره ها، مقاله ها، وبینار هایی که به صورت رایگان در آکادمی بین‌المللی فرامدرک قرار داره. وقتی وارد صفحه اصلی آکادمی به آدرس اینترنتی academy.faramadrak.com شدید، از منوی سمت راست بخش وبینارها و مقاله ها رو میتونید کلیک بفرمایید. در این قسمت وبینارهای مختلفی وجود داره که به روز ثانی هم در زمانهای مختلف میشه. هدف اصلی از این وبینارها تبادل نظری بوده که بین اساتید درباره یک روش درمانی جدید، یک کتاب جدید یا یک موضوع مورد مطالعه و تحقیق جدیدی هست. به خاطر همین این وبینارها معمولا بین 1 ساعت تا 2-3 ساعت بیشتر هم نیستش، اما محتواهای ارزشمندی بین اساتید تبادل میشه. رهایی از اضطراب رو با هم مشاهده کنیم. در بخش اول توضیحات دوره رو میتونید مشاهده کنید و در ادامه ویدیوی خود وبینار قرار داره. How awesome the book is and its layout and how clear, and just being able to reference science without getting lost. مشاهده میکنید میتونید سرعت پلی شدن ویدیو، تنظیمات سایز، زیرنویس و غیره رو تغییر بدید و به راحتی چه در موبایل چه در پلتفرم های ویندوز و مک و غیره مشاهده بفرمایید. بس شد وبینارها و مقاله ها. وارد منو روانشناسی میشیم. در منو روانشناسی تمام دوره های روانشناسی آکادمی فرامدرک قرار گرفته، همونطور که منو مدیریت هم دوره مدیریتی رو قرار داره. در منو روانشناسی یک محصول وجود داره به نام اتاق درمان کودک. کاملا رایگان هست. دکتر لین لاینز توضیحات دوره رو میتونید مشاهده بفرمایید. این دوره درون اتاق درمان در واقع ضبط شده و شامل بحث‌های انزایتی 3 کودک متفاوت هست. بخش دوم رو با هم دیگه مشاهده میکنیم. Kids get bumps and falls and fall off bikes and right, get their feelings hurt and all that kind of stuff. Yep. And you get through it. Yeah, we're always okay in the end. So mom needs some modeling. همطور میبینید وقتی یک قسمتی از اتاق درمان میگذره، خود روانشناس شروع میکنه توضیحاتی در رابطه با کاری که داره انجام میده در اتاق درمان و غیره بیان میکنه. حالا قسمت های مختلف What day is today? بس شد دوره اتاق درمان کودک. دوباره وارد روانشناسی میشیم. منوی روانشناسی هر کدوم از دوره ها رو که علاقه‌مند بودید میتونید کلیک بفرمایید و بخش های اول اونها معمولا رایگانه و میتونید مشاهده کنید سبک تدریس و سرفصل های دوره و غیره. به طور مثال بریم روانشناسی مثبت‌گرای آقای دکتر مارتین سلیگمن. توضیحات دوره رو اینجا حتی نمونه مدرک هم میتونید ببینید. همونطور که میدونید این حالت میکرو لرنینگ بسیار جذابه. هفته های مختلف تشکیل میشه یا لسن های مختلف و تو هر لسن پارت هایی شکل گرفته و تو هر پارت یک موضوع خاص پرداخته میشه. در سمت چپ سرفصل ها رو میتونید مشاهده کنید. هر قسمت که داخل پرانتز رایگان نوشته قابل مشاهده است برای همه عزیزان. Who have embraced the rigorous science of positive psychology and have applied it in their own lives, with their families and in their communities. These real-world results have taught me what human flourishing really is. همه دوره ها این امکان براش هست. حتی تو کانال تلگرام ما بخش هایی از دوره های مختلف رو قرار میدیم تا دوستان با نحوه تدریس های بین المللی و شرایط های مختلف که وجود داره آشنا بشن. اینم دوره نوروبیولوژی
دانشگاه شیکاگو میبینید اینجا deal with him drooling. At one point in this book, which I'll tell you how he wrote in a minute, he says, بالاخره من خوشحال میشم اگر هر سوال دوستان دارن و اصلا مجموعه ما بسیار خرسنده که شما عزیزان توجه میکنید به دوره‌های بین‌المللی، به آموزش‌های جهانی تو کلاس اول دنیا. هر سوالی دارید مجموعه ما در خدمت شما هست. خوشحال میشیم پاسخگوی شما باشیم. مؤید و پیروز باشید.